خب حاجی داملای محترم، من به شما سوال دارم. اولین خانه خب و مکه مکرمه کی ساخته شده است؟ مکه مکرمه البته که خانه کعبه در نظر دارد. مکه مکرمه مکه شهر است. خانه کعبه در زمان آدم علیه السلام بودند. در زمان آدم علیه، اگر چندی که بینای خانه کعبه را ابراهیم خلیل علیه السلام بیناش کرد، همین بینایی که حاضر هست همین بینای حضرت ابراهیم خلیل است. اما در زمان آدم علیه السلام بود خانه کعبه که حضرت آدم علیه السلام از سرندیب همون جزیره سرندیب قسمت پایان هندوستان ده است، مثلا شریلانکا میگن، همون قبرش هم در همونجا است. از همونجا پیاده آمده خانه کعبه را طواف میکرد، طاعت عبادت میکرد و بازگشته میرفت. در زمانی آدم علیه السلام بودن که خداوند جل جلاله در قرآن خودش ایره صراحتا آشکارا گفته است که استعذ بالله ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا، در مو بالای پرده کعبه هم نوشتگی است خانه کعبه. اولین خانه که بنا شده است خانه کعبه است. ببکة، بکه به معنای مکه هست، مبارکا بسیار جای بابرکات است. هدی للناس، اون چی است؟ خانه هست که هدایتگری مردم است. اولین خانه همون خانه هست، در زمان آدم علیه السلام بود. بعد نوح علیه السلام وقتی که دنیا همه تیعو که من طوفان نوح علیه السلام شد، طوفان نوح همه ادیان جهان میدونن، همه در دین یهودیت نصرانیت همه ایره میدونن، همه به اتفاق هستن. اما فقط قوم نوح یک قسمت زمین زیر آب ماندگی است، همه کلن زمین زیر آب ماندگی نیست. اگرچند بعضی کتاب ها در بعضی تاریخ ها میگه که همه زمین زیر آب ماند، این قول صحیح نیست، چون که همه جا زیر آب ماندگی نیست. خب بعداً خانه کعبه هر یک پارچه و هر یک کلوخ، هر یک گردش که در هر جای اطراف اکناف زمین قرار گرفت، در همونجا حتما بعضی معرخا گفتگیان که مسجد بنا می شود. در هر کجا که مسجد بنا هست یک گرد از سنگ یا کلوخ خانه کعبه در همونجا جا گرفتگی است. حتما مسجد ها بنا شدن. حضرت ابراهیم علیه السلام بناش کرد. بعداً تا زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایستاد، یک مراتب سوخت خانه کعبه، یک مراتب دیگه سیل جارو گفته که سیل عظیمی اومد شوش بردش. اگر چند باران برف در اونجا نیست، بارانگری هم گاه میشد، اما یک بارانگریش چند ساله بدگیش قضاییش میبره. یک سال گذشتگیش در ما هم بدیم همین قدر باران بارید که مثل زانو باری در کوچه های مدینه همین خیلی آب باران میرود. او به مثل ما و شمار مثلا زمین های ماوری خاک نیست یا چقدر نیست که بکشه برش، زمین سخت کرسه که دیگه آب همه به بالای رفتن میره، ششته بردش. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیش از تولد پیغمبر خواستن که بنا را از سر نو مستحکم کنن. بنا خراب شدگی بود. هر بار که به نزد بنا می آمدن یگان کس دیلاور نمیشد، امیت قدرت نداشت که او را یک خیش از جوش بیجا کنه. سالهای سال مصلحت میکردن، همه رئیسای شهر همه کارگرها میگرفتن اسبابو را می آمدن در گرد اطرافشون، هیچ کس غیرت نمیکرد که یک خشتی را از جا بیجا کنه. تا زمانی که یک موسفید پیر نامش از خاطرم برآمد، او آمد در دستش یک به مثل همین زاغنولی حاضر واری باشه. بعد گفت که ای خدایا، گفت ما ایرا میکنیم از سر مقصد ما بنا کردن، مستحکم کردن و آباد کردن این است، مقصد ما بدی نیست. من ایرا میکنم اگر به شرطی که به همین کندن نیت نیک موقعی که جزا بودی، جزای همه مردم فقط مرا تنها بودی. گفته و زد به همون زاغنول قطعی خشته خونه کبر چپا کردن که گرفت. وقتی دیدن هیچ یگون بلا و بتر به سرش که نیامد، بعد دیگران هم کندن از سر بیناش کردن. طرحریزی که همون پای دیواری که حضرت ابراهیم و اسماعیل یک جا ساختگی بودن، در زیر همون سنگها در پوست گوسفند نقشه همون را
پروژکتی همون طرح ریزی همون حضرت ابراهیم کشیدگی بود، تاب دادگی در درون سنگ ماندگی بود. زمانی که یک و یک همه سنگ ها را جدا کردن، همون مساحتی که خانه کعبه بود، وقتی که یک چوب قفس سخت در او بین داختن خواستن که سنگ بیجا کنن، با مجرد همون سنگ جنباندن همه شهر مکه لرزید. دیون بار جنباندن باز گفتن که انا که بیستین که این همون طرح ریزی همون پای دیواری که حضرت ابراهیم علیه السلام گذاشته است. بعدا از بالای همون بنا کردن که همین بنا پیش از اسلام در جاهلیت بنا حاضر هم است. چند سال از این بین گذشت، او را فقط بینای خانه کعبه فقط از مهنت دستی همون آدمان بود که آبله کف دست کردن، از اجر پولی همون قطع خانه کعبه را بنا کردن. پول شکاکی و شبهه در روی راه داده نشده بود. برای همین پول کمی کرد. حتیم گفتگی در اینجا صورتش نیست. خب حتیم اونا از پشت خانه کعبه یک به مثل نعل اسواری گردک از دیوالی 1 متر وری باشه پهم، خانه همون هم از خانه کعبه حساب است. وقتی که بنا کردن پولی همون حلال نرسان که او را در دوامی بنا کنن. بعد همین قدر بنا کردن، اوجاش ما گفتن که بعد دست ما رسید میکنیمش. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک مراتب در پیش حضرت عایشه صدیقه مادر من گفت که اگر خداوند جل جلاله به سال آینده را مرا زنده بداره، زنده بمانم، حتیم در خانه کعبه می چسبانم، دیوارش میکنم. وقتی که اسخن رسول الله گفت، پیغمبر از دنیا گذشت، به سال آینده نرسید، به معجزه قطعی میفهمید. بعدا حضرت ابوبکر صدیق هم منافقا سر برآوردگی بودند، به سرگردانی اونها بود. حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، 4 هیچ کس به این کار نرسید. بعدا یکی از صحابگان از عایشه صدیقه این حدیث شنید، او بیناش کرد. گفت که من همون مقصدی که رسول الله کردگی بود امروز بجا میرم، بنا کرد. حتیم در خانه چسبان. حجاج ظالم بدبخت پیدا شد. وقتی که این 6 ماه راهبریت کرد که ایره در کاسه طعامش زهر انداختن، کشتن ایره. بعدا خودش راهبر شد، خلیفه همون مملکت ها شد. گفت که ایره وقتی که کرده است بنو میو تا قیامت میمانه، گفته بگیرین چپا کنین. که خانه کعبه را اثر در زمان حجاج گرفتن چپا کردن. همون طریقی که پیش از اسلام بود با هم طریق گذاشتنش، نخواست که نامی و صحابه بمانه. بعدا حجاج مرد، این بدبختی هم از دنیا گذشته شد. باز خواستن دیگرها که بنا کنن به مثل که خواستگی پیغمبر باشه، که علمای حرمین فتوا برآوردن که از همون روز ساعت تا قیامت یگان پادشاه دنیا به خانه کعبه کاردار نشود. فتوا تا قیامت شد هیچ کس کاردار نشود. همین سنگ عادی و خشت عادی همین خیلی ایستد، نه کسی زیادش کنه نه کمش کنه نه زینت شده. همین فتوای علمای حرمین تا امروز هست که همه عمارت ها 100 کرات از خانه کعبه بلند زیبا هستند، اما خانه کعبه به همون سادگی خودش ایستادگی است. همون طریقی که پیش از اسلام بود حاضرن به همون طریق ایستادگی است. حجر الاسود در مو کنجی اون همون طرف میتوه، این همی کنجی که از همی طرفی ما از همی طرف میتوه. در همونجا 1 متر باری همی قماندگی هست که در همونجا حاجی ها او را زیارت میکنن. یعنی اولین خانه ای که در دنیا بنا شد خانه کعبه است.